امروز اومدیم کامنت های هیت شما رو بخونیم. نوکرتم اول از خدا و بعد از شما تشکر میکنم بابت این 50 تایی که شدیم. دست شما در نکنه، واقعا فکرش نمیکردم با یه شورت 11 تا دنبال کنی و حتی بیشتر از 50 تا شد 54 تا. مرسی، خدایا شکرت بچه‌ها، مرسی. مورد بعدی مهم اینه که تو این ویدیو داریم چیکار میکنیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، امروز اومدیم راجع به کامنت ها هیت صحبت کنیم. اونایی که توی این یک سال واسه من کامنت هیت نوشتن که حالا بعضیاشون خدا وکیلی هیت نیست خب، ولی بعضیاشون هیت، مخصوصا آخری راجع به یه کامنتیه که نمیخوام الکی بگم مثلا تا آخر ویدیو وایس یا آخر ویدیو، یعنی کامنت آخر رسما ریده بزنیم. بریم سراغ ویدیو. در باغ دلم تازه گلی سر زد و گم شد، یک بار پرستو شد و پر زد و گم شد، در حادثه این سر نفس در نفس بالی به بلندای کف. آقا کامنت اول که واسه جدیدترین ویدیو همون ویدیو جدید راجع به قطعی نت. آقا داره میگه تو اصلا چرا اومدی یوتیوب؟ مگه آپارات چه مشکلی داشت؟ داداش من اینو گذاشتم تو لیست کامنت های هیت، احساس کردم هیته، نمیدونم چرا، ولی فکر نکنم هیت باشه، یه سوال ساده باشه. خب بعد دوست من، خب آپارات چه مشکلی نداره؟ یعنی کلا من یه هفته رفتم تو آپارات، آجی اکسپلور نداره هیچ، یه دونه فیلم این پسر دنبال گوشی میره مرو دیده، اصلا یه فیلم یه کلیپ مثلا تو چیز میذاره 500 بار همون کلیپ تکرار میشه. من نمیدونم واقعا چه مشکلی نداره. سوال بعدی نوشه بکش بیرون، اینجا آپارات نیست، برو هپون آپارات. آقا من یه چنل یه گوهی خورم یه آپارات زدم، میدونم کار اشتباهی کردم، ولی دوستی که این کامنتو گذاشتی ویدیو کامل رو دیدی؟ اگه ندیدی که خب چرا کامنت گذاشتی؟ آقا میریم 3 ماه قبل، یعنی همون فاجعه قطعی نت، یعنی این فاجعه قطعی نت از فاجعه چرنوبیل بدتر بود. فاجعه قطعی نت همون دلاره بود. گفتم آقا دلار چرا اینجوریه؟ آقا دلار چرا اینجوریه؟ بابا یه دقیقه وایسا، یه 2 دقیقه بالا نرو، بذار ببینیم اصلا چه این